خب و خب نوبتی هم باشه نوبت دلقک ایته. سلام، چه خبر؟ اول از همه بذارید من این عینک رو درارم، چون این مال ویدیوهای کارگاهی و ماورایی و توی بازی کردن فکر نمی‌کنم حضورش اجباری باشه. خب بگذاریم. امروز قراره بریم با هم بازی ترسناک ددپارک یا همون دلقک ایتو بازی کنیم، چون 3 تا ویدیو قبلی اخباری و ماورایی و اینا بود. گفتم بد نیست لابلاشی گیم ترسناک هم با هم بازی کنیم. خب قبل از هر چیز اگه به موضوعات ترسناک، ماورایی و پرونده های حل نشده، چرا همش میگم حل نشده، پرونده های حل شده هم لاری نمیده، و خلاصه اگه به اینجور موضوع علاقه داری بزن و سابسکرایب لعنتی. حرف اضافه ای نمیمونه، بریم سراغ بازی. خب این از صفحه لودینگ بازی معلوم میشه بازی ترسناکی رو در راه داریم. بریم با هم ببینیم چه خبر. گرافیکم که همه چیش درسته و بریم با هم. از آهنگش معلومه قراره کلی بترسیم. البته ما که بیدی نیستیم از این بالا بلرزیم، خودتون میدونیم دیگه، بچه‌هایی که دنبال میکنم ما رو میدونم. خب بذار اول یک حرکت ریزی بزنم، تیکو برداریم. خب گرافیک بازی هم خوبه، این همین بازی واسه اندروید هم هست، اگه خواستین بگین تا لینکشو بذارم. این چیه؟ 14 تا سکر مودا. سایش هم بیافته خوشم. اینجا چیه؟ رزی تخت. واو چقدر وحشتناک. فکر کن زیر تخت باشی و یک قاتل بیاد رد میشه و هر لحظه قلبت میزنه که شاید الان ببیند. و این ترسناکه. رفتی؟ خب بریم. اینا چه عکسایی و گنگش از ما بالاتره. خب اینجا چی گذاشتی؟ کلیدا گذاشت. خب دیگه بریم حالا. آماده اید واسه بیرون رفتن؟ بریم. یا ابوالفضل. دیگه بچه ها بازی کرده بود میگفت وارد بازی که شدی فقط کدو، ولی من به حرفش گوش نمیکنم. ولی یا ابوالفضل چه قیافه زاغارتی داره، این موقع ما رو بکشه فکر نمیکنم. از پسش بر نمیای داداش، دشمن سر سختی داری. بریم. خب منتظر چی؟ یا ابوالفضل کجایی لعنتی؟ و رفقا اگه یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل آجی دیدم جون مادرت جون مادرت آجی
بذار یه حرف داشتم میزنم که موزیک همشیم. خب داشتم میگفتم اگه یکم بازی لگ داره ببخشید، چون حالا اسکرین رکورده داره از صفحه فیلم میگیره، باعث لگ بازی شده و بزرگ خودتون ببخشید. بریم سراغ ادامهش. سکه میخوام چکاراجی من دوام کنم یکیم سالم بدارم. چی شد؟ احساس میکنم یکی اینجایی. اینا چیه قرمزه؟ یا اولفر اینا کجا؟ یا خدا حاجی این باید همین جا باشه. مادرت نیا. دیوس یک دفعگی هم پشتت زور میشه. درش کن ناموس. در کجا گذاشته؟ همونجوری بریم ببینیم چی دستگیر میشه. یا اول حسن همه احساس میکنم که پشتم. لعنتی کجا هم؟ یا اول فد ناموسن دو پشتم. ناموسن پشتم. ناموسن آجی بسم این بازیش. ترس کجایی؟ رفیق کجایی؟ من جون مادر دیگه بگیم چه عکسیه. ناموسم من خونه چیه رو زن آجی؟ ناموسم بذار یکم بدوی. حاجی صندلی داشت برمیگشت. چرا اینجوری شد؟ شرمنده. بریم ادامهش. بابا گفتم یک دفعگی نه بابا، قبلش هماهنگی کن. میتوان هیچ مشکلی نداره. بی ناموس یک دفعگی میاد کجایی؟ بیام تو دلت. ما از چی میترسونی شما؟ یا اول فرد حاجی چه عکس عملی بود نشون دادم. چرا انقدر ترسیدم؟ خیلی بد میاد جور دن سرویس. یعنی تو این بازی پشتتو نباید نگاه کنی، فقط باید بری. جون مادر غلط کردم موجی، غلط کردم فکر کنم رفتم
باجی من شلواره فکر کنم کثیف شده. بازی شلوار سنگین کنی بود. آره و بهتر همجا تمومش کنیم تا کارون به بیمارستان جایی کشیده نشده. ببینم آره دیگه تمام کنیم پارت یکیشو. اگه دوست داشتین بگین تا پارت دوشم واسه تون بذارم و البته نگین جونم، نگین دوست ندارم این بازیشو. و مثل همیشه عشق منی. فعلا.